داشتنش رویای کودکان دیروز بود. کالای وارداتی که خریدش برای همه شاید مقدور نبود. حالا کنترل ساختش در دست جوان ایرانی است. در زمینه تولید انواع اسباب بازی‌های فکری، علمی، آموزشی، خلاقانه و الکترونیکی آغاز کرده. بدنه را می‌سازند و صفحات الکترونیکی را کامل می‌کنند. آقا وفای دهه 60 این خط تولید کوچک را خودش ایجاد کرده. یکی از دلایلی که ما را بر این داشت تا در زمینه تولید انواع اسباب بازی‌های الکترونیکی شروع به فعالیت کنیم، نیازهای مبرم داخلی و پتانسیل‌های بسیار بالایی که در زمینه صادرات در این زمینه هست رو سرعت بخشید. اغلب شرکت‌هایی که در ایران دارن تولید اسباب بازی میکنن کیفیتاشون در حدی هست که واقعا بتونیم ما بگیم کیفیت صادراتی هست و قابل عرضه و قابل رقابت در بازارهای جهانی هست. محصول این خط تولید در میان اسباب بازی‌های خارجی در بازار خودی نشان داد و نظر کودکان را به خودش جلب کرد. ما قبلا 100% ماشین‌های کنترلیمون وارداتی بوده. خب الان یه شرکت اومده با یه تیراژ خوبی داره میزنه. روند تولید 4 ساله این محصول این تولید کننده را به یکی از برترین‌های صنعت ایران تبدیل کرد. جناب آقای وفا سراج مهدی زاده حوزه فعالیتشون اسباب بازی و سرگرمی هست. سالانه 200,000 دستگاه ماشین کنترلی در این کارخانه تولید می‌شود. بخش عمده‌ای از تولیدات ماشین‌های کنترلی ما به کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات میشه. نسبت تراز صادرات به واردات مثبت و عکس شده بعد از سالها. این نوید خیلی خوبی برای تولید کننده و برای کشور است. با توجه به بازار پرظرفیت اسباب بازی در داخل کشور، سرمایه‌گذاری در این صنعت سودده است. یکی از تولید کنندگانی که سال قبل مجموعه‌شون رو افتتاح کرده بودیم که خب سهمیه 20,000 تنی کار می‌کردن، الان سوال کردم گفتن خب ما به هم 150,000 تن رشد افزایش دادیم. خیلی معلومه که هم تولید افزایش پیدا کرده، هم همراهی واحدهای تامین کننده بوده که این حجم از تولید رو بتونن پوشش بدن. ما تقریبا سال 1401 به میلیون عدد حدود 23 میلیون عدد اسباب بازی توسط این تولید کننده های پروانه دار ما که ثبت کردن در سامانه داریم. به گفته مدیر کل دفتر صنایع خلاق وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال تولید 31 میلیون عدد اسباب بازی هدف گذاری شده است. بر اساس آمار وزارت سمت همکنون انواع اسباب بازی در مدل‌ها و طرح‌های مختلف با عمق 90% ساخت داخل در کشور تولید می‌شود.